خاک وطن رو به جای من بوسایی بکن. مایلش خیر. گوش میکنم. آدم دودویچ، من از فرودگاه بیرون شدم. پس به این گفته‌ها چی میخوایی؟ من به این گفته‌هایم میخوام که من سرت را پاشتی همو تو را به جهنم فرستم تا اینکه در نزد خداوند به همه گناه‌هایت جواب بدهی. تشکر خدم دودویچ. از این روز اعتباراً همکاری را با قدم دادویچ قد می نماییم. برای گناهایت در نزد قانون جواب میگویی. پسرم، در این دنیا از مرده ها نه، از زنده ها ترسیدن در کار. چرا تلفنت رو نمیبرداری؟ من در تئاتر بند بودم. اینش ابی منه. شادی؟ بعد چی شد؟ خودت رو به دست گیر. باشه تا به خونه میرویم.